جواز خلبانی تک موتوره خصوصی را کسب کرد. اما چیزی نمانده بود اشتباهی از سوی عطا همه هدف آنها را فاز سازد. در اواخر سال 2000 3 تن از اعضای شبکه هامبورگ جواز پرواز در دست داشتند. چهارمین عضو رمزی بین‌الشیب نیز کماکان در هامبورگ نقشی اساسی را در امر عملیات پرواز ایفا می‌کرد. عطا در اوایل سال 2001 برای ملاقات با وی به آلمان سفر کرد و به دوست قدیمیش اطلاع داد آموزش‌های پرواز به پایان رسیده است. از این پس عملیات وارد مراحل نهایی می‌شد. اونها هنوز میبایست نحوه رو بودن هواپیما، اهداف مورد نظر و جزئیات نهایی هدفشون رو مشخص کنند. بین‌الشیب به افغانستان رفت تا اخبار را شخصاً به سران القاعده گزارش بدهد. به هنگام بازگشت به ایالات متحده، عطا به علت سفر با ویزای تاریخ سپری شده بازداشت شد و نزدیک بود تمام برنامه عملیات برملا شود. به بازرسان اداره اتباع خارجه آینس از آموزش‌ها و آرزوهای خلبانیش گفت و موافقت آنها را جلب کرد اجازه دهند به آمریکا بازگردند. در طول تابستان 2001 خلبانان به بررسی طرح‌ها و برنامه‌های پرواز پرداختند. به خصوص پروازهایی که با هواپیمای پر از سوخت عرض کشور را طی می‌کردند. آنها همچنین پی بردند چاقوهای کوچک به وسیله مسئولان امنیتی فرودگاه توقیف نمی‌شوند. هر یک از عاملان چندین پرواز شناسایی و بررسی را در سراسر کشور انجام داده بودند. آنها بلیت درجه 1 خریدند و در صندلی‌هایی نشستند که دید کافی از کابین خلبان داشته باشند. عطا به این نتیجه رسید که 4 یا 5 نفر در سرتاسر هر هواپیما برای به کنترل درآوردن آن کافی خواهد بود. کار حمله به کابین خلبان نیز به وسیله نفرات اضافی که بن لادن می‌فرستاد انجام می‌پذیرفت. سپس این هواپیما ربایان زورمند خدمه و مسافران را تحت کنترل خواهند داشت تا هر خلبان شبکه هامبورگ هواپیما را به سوی هدفش هدایت کنند. عطا و بین‌الشیب زمان ورود هواپیما ربایان زورمند را هماهنگ کردند. روز حمله جشن عروسی و هواپیما ربایان زورمند نیز مهمانان عروسی خوانده می‌شدند. هرچه زمان اجرای نقشه نزدیکتر میشد، تماس‌های زیاد جراح با معشوقش آیسل بیشتر و بیشتر میشد. آیسل به وضوح میدانست که جراح چیزی را از وی پنهان میکند. تو کجایی؟ نمیتوانم بخوابم. نگرانت هستم. خواهش میکنم به من بگو که حالت خوبه. او در یک ایمیل با آیسل نوشت: نامه تو را دریافت کردم. بسیار لطیف و شیرین. دوستت دارم آیسل. نگران نباش. در ژوئیه سال 2001 عطا و هواپیما عازم اسپانیا شد تا آخرین جلسه اش را با رمزی بین‌الشیب برگزار کند. این آخرین بار بود که این دو عضو شبکه هامبورگ یکدیگر را می‌دیدند. آنها فهرست اهداف تایید شده اسامه بن لادن را مرور کردند. طوری وانمود می‌کردند که دانشجویند و درباره رشته‌های تحصیلی گوناگون بحث می‌کنند. منظور از هنر پنتاگون، از حقوق ساختمان کنگره، از سیاست کاخ سفید و معماری مرکز تجارت جهانی.
برج‌های دوقلو از دیدگاه بن‌لادن اهمیت زیادی داشتند، چون نماد توان اقتصادی آمریکا و یهودیان این کشور به شمار می‌رفتند. عطا معتقد بود دسترسی به کاخ سفید بیش از حد دشوار است. عطا به او گفت احتمال دارد جراح عملیات را رها کند. عطا یک سرباز کامل بود و می‌خواست تمامی افراد تحت فرمانش نیز بی‌عیب و نقص عمل کنند. عطا یک چاقوی جیبی خرید که بنا به اعتقاد مسئولان امنیتی در طول مأموریت همراهش بود. این رسید خرید چاقوست. تابستان آن سال جراح با یک بلیت یک سره عازم آلمان شد تا آیسل را ببیند. رمزی بن شیب در هامبورگ با جراح دیدار کرد و وی را تحت فشار گذاشت تا نقشه را نیمه کاره رها نکند. جراح قصد داشت کناره‌گیری کنه و رمزی بن شیب مجبور شد باهاش حرف بزنه و آرومش کنه. در اواسط ماه اوت بود که جراح با هواپیما به ایالات متحده برگشت. جراح کمی پس از بازگشتش یک پیام صوتی برای عطا ارسال کرد. بعدها تلفن همراه با پیام عطا در یک اتومبیل کرایی در فرودگاه بین‌المللی جتپورت در پورتلند پیدا شد. به نظر می رسید جراح خود را دوباره وقف عطا و مأموریتشان کرده بود. شبکه هامبورگ همچنان در حال طی مراحل آماده سازی نهایی بود. قرار بود عطا و الشیخی به مرکز تجارت جهانی، جراح به ساختمان کنگره و یک مرد 29 ساله اهل عربستان سعودی به نام هانی هانجور به پنتاگون ببرند. هر خلبانی که از رسیدن به هدف تعیین شده باز میماند، میبایست هواپیما را نابود کند. بنا به اظهارات بن شیب، عطا تاریخ حمله را در قالب یک معما به وی اعلام کرد. یک آبنبات چوبی، یک ممیز و 2 شاخه. 911 یعنی 11 سپتامبر. نقشه 11 سپتامبر تنها چند ساعت با کامل شدن فاصله داشت. در 10 سپتامبر 3 تن از اعضای شبکه به همراه 16 تن دیگر در موقعیت‌های خود مستقر شدند. محمد عطا و یک هواپیما روبای دیگر نیز با اتومبیل از بوستون به شهر پورتلند در ایالت مین رفتند. در یک موتل اتاق گرفتند. در پیتزا هات غذا خوردند. از یک دستگاه خودپرداز پول برداشت کردند و از والمارت نیز خرید کردند. یکی از عاملان القاعده در یادداشتی به هواپیما روبایان دستور داد آماده مأموریت خود کردند. یکی از این یادداشت‌ها در چمدان محمد عطا پیدا شد. یادداشت حاوی دستورالعمل‌هایی بود. در یک بخش که شب آخر نام داشت آمده بود قسم بخور که مرگ را پذیرا باشید، مطیع خداوند و پیامبرش باشید و با یکدیگر دعوا نکنید که باعث زوال دلهایتان خواهد شد. زیاد جراح نامه‌ای تکان دهنده به دوست دختر خود نوشت. من کاری را که میبایست انجام دادم. تو باید سرش را با غرور بالا بگیری. این یک افتخار است و باعث شادی همه خواهد شد. صبح روز 11 سپتامبر جراح برای آخرین بار با آیسل تلفن کرد و 3 بار به او گفت که دوستت دارم و تلفن را قطع کرد. مدارک پرواز گویای این است که همگی آنان تحت اسامی واقعی خود پرواز کردند. کمی بعد 19 تروریست سوار بر 4 هواپیمای جداگانه شدند. در ساعت 8:25
مامورین کنترل ترافیک هوایی در بوستون صدای محمد عطا را از پرواز شماره 11 خطوط امریکن ایرلاینز شنیدند. ما چند تا هواپیما رو در اختیار داریم. ساکت باشید تا آسیبی بهتون نرسه. داریم برمیگردیم به فرودگاه. در ساعت 8:46 دقیقه صبح او هواپیما را به برج شمالی مرکز تجارت جهانی زد. مروان الشیخی نیز پرواز شماره 175 خطوط هوایی یونایتد را 17 دقیقه بعد به برج جنوبی کوبید. آمار تلفات 2759 تن. در ساعت 9:37 دقیقه هانی هانجور پرواز شماره 77 خطوط امریکن ایرلاینز را به ساختمان پنتاگون زد. 189 نفر جان باختند. به لطف اقدامات شجاعانه مسافران سوار بر پرواز شماره 93 خطوط هوایی یونایتد، زیاد جراح هرگز نتوانست خود را به ساختمان کنگره برساند. پرواز 93 در دشتی در شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. هر 44 سرنشین آن از بین رفتند. این 19 نفر تمام سامانه امنیتی و دفاعی ما رو دور زدند. اینها به قوی ترین کشور دنیا حمله کردند و موفق شدند. این خیلی تکان دهنده و در عین حال خیلی هم غمباره. از زمان حملات 11 سپتامبر سازمان‌های تروریستی عمده به وسیله اقدامات ایالات متحده تضعیف شدند، ولی با این حال خشونت ادامه دارد. در 11 مارس سال 2004 10 بمب در ایستگاه‌های قطار مادرید منفجر شد. 191 نفر جان باختند. پلیس اسپانیا 7 مظنون را شناسایی کرد. آنان قبل از منفجر کردن خود آیاتی مذهبی می‌خواندند. یک سال بعد سامانه حمل و نقل لندن تومه بمب شد. بیش از 50 نفر کشته و حدود 700 نفر مجروح شدند. حملات تروریستی در مادرید، لندن و دیگر نقاط یادآور این واقعیت وحشت آور هستند که شبکه‌هایی مانند شبکه هامبورگ هنوز مشغول به کارند. دستاندرکاران چه در اروپا و چه در ایالات متحده هنوز تلاش می‌کنند پی ببرند چرا در شناسایی خطر ناکام مانده بودند. اگه یه چیز بعد از کمیسیون 11 سپتامبر شبها منو بیخواب میکنه اینه که ما کاملا نفهمیدیم تروریست ها در ایالات متحده چه میکردن، چطور حمایت میشدن، چه کسی کمکشو میکرد و آیا این شبکه هنوز هم هست یا نه. آیا از طرف اسامه بن لادن و راهنمایی های او ترغیب میشند یا کس دیگری؟ مسببان حمله بعدی هم احتمالاً جلوی چشمان ما پنهان شدند. من فکر نمی کنم تا وقتی اونو درک نکنین بتونین متوقفش کنین. به این ترتیب دائما به وسیله مهاجمانی جدید غافلگیر میشیم. اگه اونها نبودن عناصر دیگه این کار رو میکردن، ولی این بار از اونها خواسته شد. اونها هم قبول کردن و موفق شدن.